سلام میکنم خدمت جناب آقای شهرام عزیز و همه عزیزانی که لطف کردن امروز به ما ملحق شدن. ما یه تجربه جدید داریم در خانه امکان، اونم لایو آپارات هست که امیدوارم با کیفیت و خوب برگزار بشه و یه گفتگوی خوب رو بتونیم کنار هم داشته باشیم. خیلی ممنون آقای شهرام که دعوت ما رو قبول کردین. البته دعوت نیست، خانه امکان متعلق به خودتونه و خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم. اگر دوست داریم با عزیزانی که هستن گفتگوی داشته باشیم. من خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوشحالم که هستم. خوبمون از فکرمون به توی تکنیکمون همراه هستم و امیدوارم که مطلبی که امروز مطرح میشه یه فوقایی رو باز کنه و یه خورده بهتر در واقع یه جورایی دنیا رو از یه زاویه دیگه هم بتونیم ببینیم. امیدواریم. خیلی عالی. ما گفتگوهای زیادی داشتیم، افتخار داشتیم خدمتتون. حالا بحث‌های زیادی که خود منم خیلی یاد گرفتم، خیلی مطالب باز شد از ماجرای در حقیقت ایونت 2 اسفند. این گفتگوها دیگه خیلی شدت داره و خیلی مباحث جالبی مطرح شد. رسیدیم به مقطعی که خب یه کارایی رو باید انجام بدیم. آکادمی امکان داشت راه میافتاد و کلاس‌ها و دوره‌ها همزمان شد با اتفاقات اخیر و خب این اتفاقات اخیر یه مقدار بیشتر به در حقیقت عمیق‌ترمون کرد به این که اصلا باید یه کاری بکنیم و بریم پیرو یه سری گفتگو ایجاد می‌کنیم و رسیدیم به این که با مشورتایی که با جناب شهرام داشتیم به ماجرای پرسشگری و پارادایم که اصلا چرا پرسشگری و پارادایم چیست و چرا در این دوران بسیار حائز اهمیته و من میخوام خواهش کنم که اهمیتش رو برای ما بگید. حقیقتش وقتی که موضوع پارادایم داریم پردازیم، الان یک موقعیتی هست که در وضعیت جاری پاسخ‌هایی رو برای بخشی از پرسش‌هامون دیگه نمیتونیم بدیم. این در واقع وارد یک وضعیت انسداد میشه. این موقعیت انسداد خیلی مهمه. یک موقعیتی است که ما رو از انسداد وارد یک بحران فکری میکنه و در درون پارادایم فکری اونجایی که نشستیم دیگه هیچ جوابی براش نیست. یعنی هر کاری میکنیم، روش عوض میکنیم، ساختار تغییر میدیم، حتی مفاهیم رو یه خورده دستکاری میکنیم، قوانین اندازه‌گیریمون رو عوض میکنیم، هر گونه تغییری میدیم، هر کاری میکنیم یعنی جواب نمیاد. و به طور خاص حالا این موقعیت کشور و این اوضاعی که الان هست اینا که خب یه وضعیت نسبتا خاص هم هست. تقریبا همیشه ما تو وضعیت خاص هستیم ولی خب همین یه خاص هست میشه بهش پرداخت. توی این وضعیت چه اتفاقی داره میفته و آیا ما همچنان میتوانیم با روش‌هایی که در گذشته به حل مسائل پرداختیم یعنی امروز هم همون روش رو کار میکنیم و چون یه تجربه طولانی داریم از اینکه کار نکردیم، ساختارها رو عوض کردیم کار نکردن، رفتارها رو عوض کردیم باز فرقی نکردیم، یعنی همچون داریم فرقی شاید از مشروطیت به این وقتی نگاه میکنیم و چند بار تلاش کردیم برای اینکه تغییرات ساختاری تو حوزه حکمرانی اینها اجرا کنیم ولی باز می‌بینیم که انگاری برگشتیم سر جای اولمون و اتفاق خاصی نیفتاده. اسامی عوض شده، ساختارها حتی عوض شدن ولی همچنان مشکلات سر جاشون. یعنی ما در موقعیتی هستیم که این در واقع اون موقعیتی که ما بهش میگیم انسداد. یعنی با اینکه تغییرات زیادی دادیم تو خیلی چیزا، حتی در سطح تغییر رژیم، نوع حکمرانی همه رو عوض کردیم ولی باز مشکله انگار که داره با ما همچنان میادش. این اون نقطه‌ایه که فکر میکنیم که نکنه اصلا
داریم موضوع از یه زاویه اصلا توی دنیایی هستیم که توی این دنیا جوابا این شکلیه. شاید باید دنیای اندیشه‌مون یه تغییری توش بده. شاید مبانی اصلی فکر کردن خود فکر برای همین هست که مسئله پارادایم موضوع اندیشیدن در حوزه اندیشه است. در واقع خود اندیشه رو داریم ما تو چطور شکل میگیره، چطوری به وجود میاد و وقتی یه خود آگاه به این موضوع بشیم حالا امکان تغییر تازه فراهم میشه، چون خیلی پیچیده است موقعی که شما درون خود پارادایم هستی بهش بپردازید. آقای مهندس خیلی عالیه، چون واقعا بحث خیلی عمیقیه. به نظر من حتما همه عزیزایی که با ما همراه شدن علاقمندن به این موضوع و خب این مبحث یه ذره لازم داره باز شه و چی بهتر از مثال، اونم مثالای تاریخی. برای همین مورد میتونیم یه مثال تاریخی داشته باشیم. خیلی یه نکته باید توجه کنیم، شاید بعد نباشیم بهش توجه داشته باشیم توی این حوزه. خود کلمه پارادایم خاصگاهش در علوم تجربی، یعنی اینو توماس کون در واقع توی مثلا انقلاب‌های علمی این کلمه رو میاره وسط و این نگاه به موضوع پارادایم اونجا مطرحه توی علوم تجربی. و وقتی ما این کلمه رو توی حوزه علوم انسانی میخوایم به کار بگیریم باید یه خورده با احتیاط باش رفتار کنیم و متوجه تفاوتش در علوم تجربی و علوم انسانی بشیم. من اگر اجازه بدیم با همون رویکرد اول علوم تجربی بهش بپردازیم. تو علوم تجربی بی‌نظیر، یعنی تو حوزه علم اصلا اتفاقا فوق‌العاده است. یعنی شما به مدت 2000 سال نظریه ارسطویی مستمر در جهان، زمین مرکز عالمه، همه چیز به دور ما میگرده. اتفاقا خیلی هم جالبه اگه نگاه کنیم وقتی به آسمون نگاه میکنیم حتی بعد از 2500 سال بعد از ارسطو همچنان جهان همینجوری میبینیم. یعنی حس ما اینه که ما همه چیز داره دور ما میگرده، یعنی به لحاظ شهودی همونی که ارسطو میبینه رو ما میبینیم، چیز دیگری نمیبینیم. ارسطو درستش میگه آنچه شهودش اینطور. و بعد میبینیم که بعد از ارسطو در واقع خب این اتفاق تمام 2500 سال میشه، یه 7 قرن میگذره، اطلنتیس میادش این نظریه رو مدل ریاضیش میکنه. این خیلی جالبه. یعنی شما یه پدیده‌ای که حالا امروز ما می‌دونیم مثلا اینجوری نیست، براش یه مدل ریاضی ساخته میشه و بعد یه دستگاه درست میکنن اصولات و بعد این پدیده حالا تقریبا اتفاق چون واقعا بعد از میلاده کلیسا خیلی از این موضوع خوشش میاد اینا و همین نظریه پا میشه میره تو کلیسا و بعد اون افلاک در واقع دایره‌ای اینا همه به وجود میاد. خیلی هم خوب بود، 8 تا فلک بود و 8 تا سیاره بود و فلان اینا. خب کلیسا خیلی از این موضوع خوشش میاد اتفاقا، چون یکی از پرسش‌های بوده که بهشت جهنم کجاست؟ خب بیرون این 8 تا بودن. یعنی قشنگ به لحاظ فیزیکی همه چی با تعاریفی که توی حوزه ادیان بودن میخونده. خیلی عالی. یه همچین سیستمی درست میشه و 2000 سال این نظریه همینجور کار میکنه. نه فقط برای آدمای یعنی بی‌سواد و اینا، برای دانشمندان خارج نسلی، همه این آدمای بزرگ دنیا جهان همینجوری میفهمیدن و مسئله اونجوری بوده. خیلی فوق‌العاده. تا اینکه یهو میرسه به کوپرنیک و یهو میگه بابا اصلا زمین مرکز عالم نیست که شما اشتباهی فهمیدید. ببین یهو یه ساختمان خیلی بزرگ که انسان‌ها باهاش زندگی کردن سال‌ها، قرن‌ها، تقویمشون روی این سواره، شاه‌ها بر اساس جنگ کردن، قمر که تو ابر بوده مثلا خوشیاب نبوده و همه این ساختمان یهو میادش پایین و وقتی این میاد پایین واسه این میگه پارادایم. ببین تا قبل از اون همه داستان‌های دنیا به همدیگه پیوستگی داشت، توصیفاتی داشت، آدم‌ها می‌فهمیدنش، اخلاق حتی معنی داشت.
همه اینا تو اون چارچوب به هم وصل بودن. زمین مرکز آدم بود، همه چی بهش توجه میشد، انسان وسط نشسته بود، همه عالی بود. بعد یهو این که ریخت پایین، خب مثلا چیکار کنیم؟ تا قبل از این مثلا اگر بیت گناهگر مثلا تو اون مطلب داریم حرف میزنم، اگه اتفاقی هم میافتاد بالاخره توی ترتیبات الهی این مسئله فرم پیدا میکرد، در مورد گناه جزایی بود. حالا طرف اومده یه ساختمان رو ریخته پایین که توی این ساختمان اون ترکیبه دیگه نیست. حالا اگه گناه بکنیم ترکیبش چیه؟ این رو اثرش میاد توی اخلاق. یعنی فقط این ساختمان علمی رو نکشید پایین، تمام چون اونها در زندگی روزمره ما در جریان همش در جریان و در ساختن گاردی اینا ما با علم در کار دیدیم تا امروز همه این ماجراها دچار تحول میشه. و نکته‌ای که حالا پارادایم‌های علمی دارن، این وقتی ساختمان میریزه پایین کامل میریزه. یعنی پارادایم شیفت حوزه علوم تجربی تجمیعی نیست. یعنی علوم تجمیعی نیستن. شما امروز اگه به یک کسی توی دانشگاه بگید که من با استرلاب دارم مثلا یه کاری میکنم، میگن که شما حرف علمی نیست، برو دنبال مثلا یه کاری دیگه. کسی اصلا قبول نداره. کلا نظریه پاک شد رفت کنار اون نظریه و بعد نظریه خورشید مرکزی و کوپرنیکی میاد مثلا. باز شما تو تاریخ می‌بینید حالا اینجا اون کاری که در واقع بطلمیوس برای نظریه ارسطو میکنه، نیوتن برای نظریه در واقع خورشید مرکزی و گرانش و اینا رو میکنه. این نظریه هم یه 200 سالی کور همه اندیشه بشر بود. هنوز هم ما روی زمین با معادلات نیوتنی کار میکنیم. یعنی اتومبیل که ساخته میشه معادلات نیوتنی، همه چی داشت کار میکنه. باز یه پدیده نامنتظر رخ داد. این پدیده نامنتظر مثلا سیاره مرکوری بود. این با نظریه گرانش هیچ طوری طبق اون فرمولی که باید میچرخید نمیچرخید. هر کاری کردن، این دستگاه رو عوض کردن، تلسکوپ ها رو دقیق کردن، آخرسن اون حرکتون طوری نبودن. یه جایی کار داره میکنه. یه اون نظریه فضا زمان نسبی اینشتین نیست. در نظریه نیوتن فضا و زمان ثابتن. یه این مبانی اندازه زمان اتصال پیدا نیست. فضا کش میکنه تو سرعت نزدیک به سرعت. یه اصلا داستان عوض شد. حالا فهم ما از فضا یه فهم بود، فهم ما از زمان یه فهم بود و بعد دوراز میکنه. این هم یه ساختمانی کشید و این ساختمان نیوتنی رو آورد کنیم، ولی برای اسکیل‌های کیهانی یعنی با دقتی که ما رو زمین داریم هنوز نیوتنی کار و من عدم قطعیت هایزنبرگ اصل علیت رو دوچار مشکل و قبل از اون علت‌ها معلوم بودن خیلی صرف محکم عدم قطعیت گفت نه. باز یه ساختمان یه پایه دیگه‌ای از حوزه علم رو اول متحول کرد که حوزه‌های قبلی رو گذاشت کنار، ولی اثرش وقتی که توی جوامع پخش شد یه عالمه اتفاق دیگر هم رقم زد. یعنی نگاه ما به جهان رو شروع کرد. ما از اون جریان خشک و صلح یه وضعیت نسبی عدم قطعیتی رو می‌زنیم و جهان یه جور دیگه هم از بشیم. در اون پارادایم این شبکه ادراکی ما داریم این شبکه‌ای رو که پشتش به جهان ما نگاه می‌کنیم رو دست داریم. خیلی الان که شما این توضیحات رو میدین، حالا با دانشگاه‌های قبلی اینا پیامدهای زیاده. یعنی یه دفعه شما میگین یک عمارتی میاد پایین و این تغییر میشه، این همون انقلاب‌های فکریه که با خودش تغییرات زیادی داره. خیلی از اجزا و مفاهیم تغییر میکنه. شما الان یه مثالی مثلا از اخلاق زدید، مثلا
اخلاق یه دفعه تغییر میکنه، نوع زندگی تغییر کنه و این پارادایم شیفته بعدی. الان دارم فکر میکنم که خب کسایی که روی پارادایم‌های قبلی میمونن و این شیفت رو انجام نمیدن و این تبعات رو دارن، چه اتفاقی میفته؟ شاید خیلی از این اتفاقاتی که تو دنیا میفته، جنگ‌ها، تناقض‌ها یا اینایی که این پارادایم‌ها با هم دیگه همسو نیستن و توی توازنی قرار ندارن. توی حوزه جنگ و اینا خب مندقا وارد حوزه انسان میشه. تو حوزه علوم تجربی خیلی راست و روز داره ولی تو حوزه علوم تجربی ما داریم یک شیعی رو در بیرون خودمون بهش میدن. اینجا خیلی کار شسته رفته است. اتفاقی که میفته اینه اولا پارادایم رو توجه داشته باشیم. این روزا خیلی تو ادبیات همه میشنویم و چند تا نکته ظریف داره. یکیش اینه که پارادایم یه موضوع جمعیه نه یک موضوع فردی. یک تخصصی دارن، همه با هم میپذیرند یه چیزی رو. مثلا الان ما همه با هم میپذیریم، یعنی مثلا تو حوزه علوم تجربی که آقا مثلا نسبیت اینشتین، نسبیت عام مثلا حاکمه. دیگه وقتی ما داریم به جهان نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم توی این چارچوبه، یا وقتی توی مکانیک نیوتنی هستیم توی اونیم و مفاهیم حتی مسئله درون این مطرح میشه. این خیلی مهمه. خود سوال به وجود اومدنش درون پارادایمه. یعنی ما به طور عادی نمیتونیم مثلا یه سوالی خارج از پارادایم مطرح کنیم، مثلا میگن که بی ربط تو داری میگی. و کسانی که در پارادایم قبلی میمانن، تو حوزه علوم تجربی باز میگن، وقتی میمونن آرام آرام طرد میشن. یعنی کلمه اصلا ما پارادایم رو طرد میکنیم، میذاریمش کنار، میگیم خیلی خوب دیگه نظریه بطلمیوسی تموم شد آقا. این داستان ما با استرلاب دیگه هیچ کس الان مثلا این 8 فلک و اینا رو اگه بگی مثلا طرف ممکنه در مورد مثلا کهکشان آندرومدا تو رو دوچار مشکل کنه که این وسط اون بالا چی کار داره پس میکنه. بنابراین دیگه اینو تو حوزه علوم تجربی میذارنش کنار. تو تاریخ میخونیم که یه کسی یه همچین کارهایی هم کرده. خیلی وقتا حتی یادمون میره که بخونیم. یه مثالی که براتون باز از جنس علوم تجربی میخوام بزنم اینه که میدونی اکسیژن رو پریسلی کشف میکنه. در واقع میفهمه که اکسیژن یه چیزی هست اونجا. زمانی که پریسلی این کارو میکنه یه شیمی بوده به اسم شیمی فلوژسترین. اینو اصلا شاید کسی نشنیده باشه دیگه اسمشو، فلوژسترین. که این چی اصلا؟ الان نه کسی تو مدرسه درسشو میده، اصلا نیست. کسایی که تاریخ خوندن مثلا تاریخ شیمی و اینا رو میدونن. حتی پریسلی نمیفهمه که اکسیژن کشف کرده. بعدن لاوازیه میگه که این اکسیژن بود، یعنی یه کسی دیگه یه جای دیگه. یعنی طرف حتی کشف خودش براش فهم اون مسئله نیست. این اون داستانی که تو خود پارادایم وقتی شما هستین، چون میخواید توصیف کنید مسئله و اتفاق درون همون پارادایم، اصلا یه چیز دیگه میفهمید موضوع رو. اصلا فهم کاملا متفاوته. حالا حوزه علوم انسانی یه ظرافتی داره. حوزه علوم انسانی مثل علوم تجربی نیست. پارادایم‌ها تو علوم انسانی، حالا اگه بخوایم با ادبیات توماس کون بگیم، وضعیت مکاتب رقیبو دارن. یعنی اینا هم اینجوری نیست که یکی بریزه یکی دیگه بیاد جاش. مثلا همین الان ما سوسیالیسم داریم، کاپیتالیسم هم داریم، مثلا لیبرالیسم هم داریم. اینا با هم دیگه و موازی همن. اینطوری نیست که بگیم آقا دیگه تموم شد، دیگه هیچ کس به این نظریه نگاه نمی‌کنه. و این یه نکته ظریف خیلی تو ارتفاع فلسفی داره که تو حوزه علوم انسانی فاعل شناسا یا اون سابجکت، اون سوژه، تو حوزه علوم تجربی آبجکت بیرون فاعل شناساست. الان این شیشه بیرون منه، این من میتونم تجربهش کنم،
بیام روش آزمایش کنم یه کارایی کنم و اون هیچ تأثیری رو من نداره. من روی این، ولی من که روش کار میکنم روش اثر میذارم، ولی اون رو من اثر مستقیمی نداره. ولی وقتی در مورد حوزه علوم انسانی صحبت میکنیم، گرفتاریش اینه که من خودم فاعل شناسا نسبت به خودم رو خودم اثر دارم. یعنی من مستقل از خودم نیستم. نمیتونم بگم الان من رضا شهرانم، بدنم میکنم میذارمش اینجا و این به رضا شهران نگاه میکنه و این میفهمه رضا شهران چیه. اصلا همچین امکانی برای من میسر نیست، چون من در حال خودمم که اون بیرونم. من دارم تو پارادایم خودم به خودم نگاه میکنم و من نمیتونم خودم از پارادایمم بشکنم، آزاد کنم. این خیلی پیچیدگی ایجاد میکنه. تفاوتی اینه و بحث این که وقتی علمی گرایی افراطی داریم، یک افراطیشو گرفتاریش همینجاست که یادمون میره انسان نمیتونه خودش رو از خودش منفک کنه و به لحاظ فلسفی، حالا اینجا اگه بخوام یه خورده چیزش کنیم، توی اینجا ریاضیات در واقع به ما یه کمکی میکنه. ما توی ریاضی قضیه‌ای داریم اصل ناتمامیت گودله. در واقع هیچ ساختمان منطقی رو انسان نمیتونه بسازه که تمام مفاهیم درون خودش تعریف بشه. حتما احتیاج به یه گزاره بیرونی داره که درون خودش نیست. این نکته مهمیه که میتونه بیرون و این همون اکسیومان، یعنی جایی که ما مجبوریم یه چیزی بیرون خودمون باشیم. وقتی در مورد انسان داریم حرف میزنیم، خود تعریف درونی مشکل داره. یعنی انسان خودش نمیتونه خودشو این خیلی به لحاظ منطقی یعنی شما نمیتونید سلسله مراتب استقرایی بچینی خودت درون خودت و همه چی رو با خودت رو تعریف کنی. اینو داریم. اصلا یه ماشین تورینگ هم که تو حوزه کامپیوتره، اونم همین توش اثبات میشه که اینا حتما یه دونه اینستراکشن بیرونی میخوان و اینکه خودشونو بتونن تعریف کنن. این اون داستانیه که داریم و اون مطلبی که شما اشاره کردید و این ظرافتی که بین علوم انسانی تو حوزه پارادایم و علوم تجربی تو حوزه پارادایم هست. برای همین دوستانی که تو حوزه علوم انسانی تو مدیریت اینا از پارادایم استفاده میکنن، بعد یه خورده با احتیاط بهش بپردازن. این وضعیت رقیب بودن و اینا رو حتما باید در نظر بگیرید. من که خیلی کیف دارم میکنم باهاش. حالا یک چیزی که هست، خب عزیزانی همراه ما هستن توی لایو، قطعا میتونن سوال بپرسن، کامنت بذارن. اینجا دوستای ما هستن که سوالا رو مینویسن و ما قراره که از آقای مهندس شهران خواهش کنیم یه قسمتی رو به پاسخ سوالا بپردازیم، چون برامون خیلی مهمه که این گفتگو بتونه ادامه پیدا کنه. قطعا این مباحثی که الان داره مطرح میشه چیزایی نیست که با یه جلسه 1 ساعته و 2 ساعته باشه. باید این فضا رو زندگی کرد، انگار که داریم یه افقی رو باز میکنیم برای تنفس در یک فضای جدید و یک زندگی جدید که بتونیم تجربهش کنیم. وقتی به این حوزه نگاه میکنیم، شاید یه آدمی امروز مثلا حالا کشورهایی هستن صاحب اندیشه‌ان، اونا تو موقعیت انسداد نیستن. اینه اون هست. ما یه وضعیت استثنایی انسداد با عقبه اندیشه داریم و امروز شما وقتی به ایران نگاه میکنید میبینید که هزاران انسان، 10,000 انسان متفکر، فارغ از این که به چه نوع اندیشه دارن، ولی به موضوع انسداد رسیدن و دارن سعی میکنن انسداد رو حل کنن، دارن روش فکر میکنن. حالا هر کسی توی بعضیا درون پارادایم، بعضیا بیرون پارادایم، ولی بالاخره در حال اندیشه توی این حوزه. این مثل وضعیت رنسانس اروپاست، منتها تو قرن 21. در نتیجه خروجی که از ما میتونه بیاد بیرون یه پاسخ جهانیه، نه یه پاسخی که درون ایران فقط باشه. برای ما داریم مسئله انسداد و کلانتر از موضوع آقا مثلا این بره اون بیاد، ایکس با وای جاش عوض شه، این وزارتخونه در اون وزارتخونه ادغام شه، این ساختار رو عوض کنیم تو اون ساختار ببینیم. خارج از این داریم به حل مسئله میپردازیم و نگاهمون آزادتره. من اگر توی مکانیزم بسته بودم که همه چی درست کار میکرد، فرض کنیم تو آلمان، چرا باید یه نفر فکر کنه مثلا آیا دولتگرایی مشکل داره یا نداره؟ اصلا سوال نیست اونجا، ولی برای ما این سوال هست. خیلی هم پررنگ گنده اون وسط نشسته. چرا؟ چون ما اکستریمشو داریم. اون اصلا حالا با یه ترکیباتی تلطیفش کردن و
یا یه بابایی تو مثلا اسکاندیناوی اصلا ساله مثلا خیلی هم زندگی خوبی داره، یه درآمدی هم ماهانه دولت و فلان، این اصلا سواله نیست، این نرسید، اصلا نیست تو اون نقطه‌ای که بگه حالا چیکار کنم اگه تو این پارادایم نشد برم تو اون یکی پارادایم، اصلا نیازش نیست. ما نیازشو داریم، یه فرصت رشد. و این اصلا این فرصته، این تهدید نیست. و شما یه دفعه به جامعه ایران نگاه کنید، آیا جامعه ایران جامعه مشروطیته؟ آیا جامعه ملی شدن نفته؟ آیا جامعه 57؟ یعنی نگاه کنید چه شیب سربالایی داره. اصلا یه آدمای دیگه ای هستن. اصلا این آدمای امروز اون آدمای اون 3 بار تلاش کردیم ما بریم به سمت دموکراسی. از مشروطیت تا حالا چندین بار رفتیم و پس خوردیم. اینجاست که میگیم که یه انسدادی هست که تو حوزه نظر باید تغییر پیش بیاد، نه تو حوزه ساختار، نه تو حوزه رفتار، نه تو حوزه عمل. اینجا نیست، یه جای دیگه ارو رو باید رفت کنیم. این بلوغ همینجوری مفتی به دست نمیاد. این نکته مهمیه، این بلوغا مفت برای مردم جهان، برای انسان ها تولید نمیشه و ما این فرصت تاریخی رو داریم که تو این لحظه از تاریخ و این نوید راست رو بخوایم. خیلی با تو موافقم. آره. و من واقعا اینو یه نوید میدونم که باید از این فرصت استفاده کرد، نباید ترسید از سختی، از هر اگه لازمه همه ساختمون از اول میسازیم. اگه لازم باشه همه‌شو. اصلا نکتهش اینه، اصلا کنشگر مرزی اینه، اگر لازم باشه اون سنگ بنای زیر رو کلا میکشه بیرون، دوباره یه ساختمون میسازه با یه سنگ بنای دیگه. اگر لازمش بشه همه رو میکشه پایین. همین کاری که غربی‌ها یه بار کردن. نمیگیم به جای خوبی رسیدن، ولی کشیدن بیرون دوباره ساختن. این به ما میگوید که تو هم میتونی بکشی بیرون دوباره بسازی. منتها با چی؟ با ارزش‌ها و محورهای خودت. با محور مهر بساز. چرا با محور من میسازی؟ اصلا نگرانی نداره، بکشش بیرون. میکشیم بیرون دوباره میسازی. اینجا اندیشمندا یه حالا امکان، حالا حوزه فرصت، حالا حوزه در واقع دسترسی‌ها تازه باز میشه. همه این ادبیات تازه معنی پیدا میکنه. عالی، خیلی ممنون از این همه نوید خوبی که به ما دادین و ما رو مصمم‌تر از قبل کردین برای اینکه بایستیم برای انشالله ایرانی آباد و پایدار. خب سوالای خوبی هم گرفتیم از عزیزان. یکی از دوستان پرسیده که تغییر پارادایم بر تغییر عدالت مؤثره؟ این خیلی سوال عمیقیه. اولا بد نیست که حالا وقتی تو این لایه وارد میشیم باید یه سری مفاهیم رو از همدیگه تفکیک کنیم. ما یه سری مفاهیم اعتباری داریم که این بیرون نیستن، یه سری مفاهیم داریم که این بیرون عینی ان وجود دارن. مثلا شاید مقدمه به عدالت یه مفاهیم دیگری همچنان خوابیده. مثلا شاید مفهوم مالکیته، چون اونجا سر خط توی یعنی عدالت بعد از مالکیت تعریف باید بشه، اول مالکیت بعد عدالته. چون بعد یه چیزی میشه مال، بعد اونی که شد مال، حالا اینکه چطور تقسیم بشه یا چطور پخش بشه عدالت رو شکل میده. یعنی یه جریان دیگه این مفاهیم پشت هم قرار میگیرن وقتی میامزد. شاید قبل از اینکه اونا تعریف کنیم بعد مفهوم حق رو بهش برسیم. حق و وظیفه. حق باز احتیاج به تعریف داره. هر کدوم از این مفاهیم، حالا چون توی این حوزه ما در حال فکر و کار هستیم، وقتی در مورد عدالت حرف میشه میگیم بیایم بریم عقب ببینیم مثلا حق به معنی حقوق، نه به معنی حق و باطل. حق آیا یه مفهوم اعتباریه یا هست این بیرون؟ مثلا الان شما اینجا رضا شهرانه میبینید با مثلا یه دست کت شلوار، چیزی به اسم مال رضا شهران این بیرون نیست. ولی شما اینه تن من بخواین در بیاری میگم آقا این که مال منه، چرا داری کت منه چرا داری در میاری؟ این چطوری این کت مال من شد؟ این یه سوال خیلی میگه، این سوال هسته‌ای تو تمام حکمرانیاست. این خیلی مهمه این مال. چون بعد مالکیت عمومی مطرح میشه و بعد دولت میشه صاحب عمومی. حالا عدالت
اگر شما توی یه پارادایمی ببخشید یکی از سوالا رو ببخشید چون نمیتونم بخونم عذر میخوام اگر یه بار دیگه تصحیحش عذر میخوام اینو یه حالا اگر برگردیم به اون سوال اصلی که آیا عدالت با تغییر پارادایم تغییر میکنه بدونشه. بله. ضمن اینکه عدالت هم خودش یه مفهومیه که ما بهش اعتبار بخشید. بله. اینکه ما مساوی یا به عادلانه یا به هر ترکیبی یک چیزی رو بین همدیگه به اشتراک بذاریم. بله. و بعد آیا عدالت یک حقه؟ بله. اینا سوالات. ولی بدون برو برگرد پارادایم همه مفاهیم عوض میکنه. بدون خیلی عالی. یه سوال دیگه از یه دوست عزیزی داریم که تغییر پارادایم در ذهن یک فرد رخ میدهد. این موضوع چطور در سطح نهادها یا جوامع میتواند مؤثر باشد؟ آیا افراد را منزوی نمی کند؟ خیلی اتفاقا هوشمندانه و خوبه. واقعیت اینطوره. کنشگرای مرزی اینا کسایی هستند که توی لبه ها ایستادن و دارن این کارو میکنن. سعی میکنن دامنه ها، حوزه های دانش، حوزه های اندیشه اینا رو هی باز و فراختر کنن. باز یه نوید این در گذشته ها خیلی سخت بود وقتی یه کسی مثلا وقتی که کوپرنیک میفهمید که یه نظریه‌ای داره و اینو با دست مینوشت و مثلا 5 نسخه تولید میکرد و به 7 نفر میداد و یک بساطی بود تا بالاخره 4 نفر بفهمن. و یعنی گسترش دانش خیلی کند صورت میگیره. به همین دلیل هم 500 سال کش پیدا کرده. شما الان سرعت تغییرات رو نگاه کنید، از نسبیت اینشتین تا هایزنبرگ مثلا زمان به 10 سال و اینا داریم ورود میکنیم. بله. نظرات، سرعت تغییرات، سرعت توسعه، گسترش زیاده. ولی یه حقیقتی وجود داره. جوامع تخصصی هستند که یک نظر رو به پارادایم میرسونن. یعنی جوامع تخصصی نظرها رو میرسونن به اندازه‌ای که بشن یک موضوع جمعی که همه دیگه بگن آقا همین است. اصلا ما دیگه از این به بعد اینجوری فکر میکنیم، علم عادی رو روی همین سوار میکنیم، بر اساس همین تو مدارس هم درس میدیم، این هم این کارو میکنیم. دیگه همه میدونن که زمین گرد است و دور خورشید میگرده. الان انقدر این واسه ما طبیعیه هیچ کدوم هم حس نمیکنیم با سرعت 24000 کیلومتر چرخیدن سرگیجه بیاری باید داشته باشیم. این یه دقیقه جریان گردش زمین رو نگاه کنی اصلا واقعا اصلا کجا ما داریم میچرخیم؟ ولی انقدر ما راحت زمین داره دور خورشید میچرخه دیگه. اصلا مگه شک داری؟ اگه یکی بگی من مثلا شک دارم یا بگیم تو مثلا برو مثلا یه مشکلی داری باید خودت سوادتو بیشتر کن. علم عادی داره کلا اینو توصیف میکنه و ما انقدر پذیرفتیم. لذا باید از ظرفیت‌هایی که امروز تو دنیا هست برای توسعه اندیشه‌های پارادایمی استفاده کنیم. یعنی آره اگه من تک تنها بشینم تو خونه به روش مثلا کوپرنیک بخوام این کارو کنم خب طبیعتاً یه خورده سخته دیگه. ولی الان ایدمو تو اینستاگرام هم میذارم. بعد مثلا اگه تو لینکدین که مثلا یه خورده تخصصیه یه سری آدمایی مثلا دور و بر ماجرا به این فکر میکنن بعد مثلا تو خانه امکان اینو مطرح میکنیم بعد همینجور یهو جریان فکری شروع میشه. 10 نفر بهش میپیوندن، 10 نفر نقدش میکنن، هزاران ایراد ازش گرفته میشه. همین اتفاقی که افتاده. یعنی شما فکر کنید که مثلا مارکس وقتی که دانشگاه کلاس میذاشه کسی سر کلاسش هم نمیرفته. میگه مرتی که بیخود میگه. اصلا فضایی این بوده. ولی بعد یهو این اندیشه میاد دست یه آدمی میفته، دست یکی دیگه میاد با چه میکنم به کنار اون که ازش چه استفاده. ولی میبینی این اندیشه یهو اصلا مبنای انقلاب میشه. شما میفته میگه اصلا یه کار دیگه میکنه. یعنی تو از اجتماع کار میکنه. ولی ولی از ظرفیت‌های امروز استفاده باید بکنیم و توی شاخه‌های اندیشه توی اون درخت آدم‌های مؤثر تو اندیشه باید این جریان‌های پارادایمی رو اونجا هم بگیم و حتما هم مطمئن باشید وقتی پارادایم رو مطرحش میکنی از شیفتش هزاران انسانی که تو علم عادیان بهش میخندن. یادمون باشه به نیوتن
با اون عظمت لایبنیتس با اون عظمت تو حوزه ریاضی خندیده. یعنی این یادمون مثلا این لایبنیتس به نیوتن میخنده و مسخرش میکنه. مثلا مهمه که یکی این که واقعا فکر کنیم همین که میخندیم، یعنی وقتی که شروع میکنیم گونه دیگر فکر کردن هم مورد تمسخر، بعد یه سری آدم میگه حوصله آدم رو نخواهند داشت، با آدم معاشرت نمیکنن. بله دوست عزیز، آدم منزوی میشه، تنها میشه، ولی باید صبوری کرد و استقامت و مطمئن باشین اون جایی که اون آدمایی که لازمه باشن خواهند بود و اونجا آدم قرار میگیره، مثل جمعی که ما الان داریم و واقعا حالا دوستان نمیبینن پشت صحنه کلی دوست درجه یک اینجا نشستن که همه هستن و اینا نشون میده که بله میشه و با همدلانه. خب یه سال دیگه کردن، کتابایی رو خواستن برای فهم بهتر. چه کتابایی رو گفتن پیشنهاد میدین؟ بهترینش به نظر من یکی از بهترین کتابا برای فهم پارادایم همین کتاب تاریخچه انقلاب‌های علمی مال توماس کونه که آقای دکتر سعید زیباکلام که استاد فلسفه علم هستن، ما هم افتخار شاگردیشون رو داریم. ایشون در واقع عمیقاً به این موضوع پرداختن و ترجمه فوق‌العاده‌ای هست. از این ترجمه‌های با گوگل و اینا نیستش، ترجمه در واقع متخصص روش و یکی بهترین هست به نظر من اون. و کلاً تاریخ علم خوندن، اصلا نگاه تاریخی به موضوع. بله. یعنی ما موضوعاتی که امروز در جهان می‌بینیم و این نگاه تاریخیش فرقی نمی‌کنه تو هر حوزه‌ای، حتی دینو، همه این موضوعات رو وقتی نگاه تاریخی بهش می‌کنی جور دیگری می‌فهمیش. الان خیلی وقتا ما در مورد ادیان که حرف میزنیم بدون تاریخی، مثلا میگیم حضرت ابراهیم بوده، بعد مثلا حضرت موسی بوده، اینا بعد اینا رو باید تو تاریخ بذاریمشون دیگه. بالاخره یه انسانایی بودن، یه دوره تاریخی هم بودن. این دوره مهمه که کی بوده، این زمان کدوم، مثلا موسی زمان کدوم فرعون بوده، تو اون دوره چه اتفاقایی افتاده. این مثلا همونی که بگیم آقا کوپرنیک کدوم قرن بوده، کپلر کی اومده، چون اینا که گالیله چطور این اتفاقو، حالا اینکه الان یاد گالیله افتادم، گالیله خیلی باحاله. میگه که گرفتاری گالیله این بود که بعدم میبرنش کلیسا اینا. این تلسکوپی که انداخته بود با آسمون، طبق نظریه بطلمیوس هم خب همه چی باید دور زمین میگشت. و این داشت سیاره مشتری رو نگاه میکرد، میبینه یه سری چیز دارن دور مشتری میگردن، قمرهای مشتری رو میبینه. میگه ایوا چرا اینطوری شد؟ اصلا اینا قرار نبود همشون دور ما بگردن، پس چطور یه چیزی پیدا شد که یه چیزی داره دور اون میگرده؟ جالبه. یهو هستن و اینه که میبرنش اونجا، میگه آقا من غلط کردم، کجا زمین میگرده. و حالا اون افسانه‌ای که میگم وقتی داشته از در اون دادگاه تفتیش عقاید میاد بیرون، پاشو میکوبه زمین و میگه من میدونم تو داری میچرخی. جالب. آره این نگاه خب خیلی این افسانه‌ای ولی قشنگه. خیلی خوشحالم که فرمایشات شما خیلی عزیزان و به حال به شعف آورده. سوالشون هم اینه که اصلا یکی دیگر دوستان که خیلی در سطح فردی مشتاق درک این مفهوم هستن و میخوان یه سلسله مطالعات داشته باشن در این خصوص، شما یه کتاب رو معرفی کردین. حتما من پیشنهادم اینه که بهترینش اون کتاب، چون میگم پارادایم یادمون باشه خاستگاهش علوم تجربیه و انقلاب‌های علمی در واقع حوزه علوم تجربی هستند، یعنی فیزیک، شیمی و زیست شناسی به طور عام. این سه تا حوزه‌ای هستند که توش و نکته مهمش هم یادمون باشه همونی که داریم در مورد آبجه‌ای صحبت میکنیم که بیرون من فاعل شناسا و بیرون من سوبژه نشسته. من دارم جهان میاره این ذات عالیه. یکی دیگه از دوستان پرسیدن که با تجربه روند تکنولوژی بلخص هوش مصنوعی رو در چیز کنن، چه جایگاهی رو در پارادایم ها دارن؟ حضور نشد. یعنی هوش مصنوعی خودش تکنولوژیه، یه سری امکان فراهم میکنه. اصلا تکنولوژی برای ما امکان فراهم میکنه. ما وقتی که تراکتور رو ساختیم امکان شخم زدن زمینمون با گاواهن عوض شد. وقتی که دستگاه چاپ رو ساختیم امکان نوشتن و اصلا داستان جهان عوض شد برای
انتقال دانش. وقتی اینترنت اومد امکانه اینا همه حوزه امکانه. هوش مصنوعی از منظر تکنولوژی خودش یه امکان وسیعه که من انسان رو اتفاقاً از حوزه وارد جهان پرسشگری میکنه. این خیلی مهمه. یادمون باشه ظرف مثلا 6000 سال گذشته که مثلا یه تمدن مکتوبی ما داریم، ارزش ها بر اساس این بود که چه کسی میتواند پاسخ خوبی بدهد. مثلا شما میگفتن دو تا، میگفتین 4 تا، میگفت خیلی خوب نمره ریاضی بهت میدیم. از نیوتن میپرسیدن این سقوط آزاد مثلا فرمولش چیه، میگفت فرمولش اینه و بعد میگفتیم نیوتن یک دانشمند بزرگی است که فهمیده مثلا قانون جاذبه اینه. خب بنابراین دادن پاسخ یه ارزش بود برای انسان. امروز پاسخ ها بخش زیادیشون وجود دارن. الان مهم اینه که کی چه سوالی بپرسه. اون سواله الان قیمت داره. ما گاهی وقتا تو سازمان ها یا تو دانشگاه مثلا بچه‌ها جواب میارن، مثلا میگیم این چیه، مثلا خب میگم من که میدونم اینو رفتی از چت جی پی تی گرفتی. بیار ببینیم چی پرسیدی که این جوابو بهت داده. نمره مال سوالته نه مال جوابت. جواب که یه جا دیگه است، یکی دیگه گوگل و اینا برات جواب درست کنن. اون سوال تو مهمه که چطور تو تونستی اون سوالو بپرورونی. من اینجا اون بحث مهمیه که ما تو بحث سوال داریم، خیلی مهم. و بعد نکته بعدی که هوش مصنوعی به طور خاص و اون همه حواشیش، یعنی نه فقط هوش مصنوعی، IoT و روباتیکس و این عناصری که حول این هستن، مفاهیمی رو دارن، بخشی از مفاهیم و معانی رو دارن تغییر میدن. الان مثلا من میتونم شما رو در مقابل یه پرسش عجیب بذارم. مثلا الان شما دستتون رو مثلا عوض میکنید، یه دست مثلا مکانیکی جاش میذاریم. آیا شما هنوز خودتون هستین؟ آمال اگه دستشو عوض کنیم. بعد الان اگه قلب مصنوعی هست، اگه قلب شما رو با قلب مصنوعی عوض کنیم، آیا آمال هنوز آماله؟ این آقای مایکل سندل باید بیان جواب بدن دو رایای اخلاقی رو دقیقاً دیگه کار ایشونه. دقیقاً نکته همینه. اتفاقاً تمام قضیه اینه. الان ما در مقابل یه پرسش اخلاقی هستیم. تا کی منم؟ دقیقاً. تا چقدر منو عوض کنی هنوز من رضا شهران هستم. مغز منم ورداری یه چیزی که عین من فکر کنه ولی با یه مکانیزم دیگری. آیا من هنوز منم یا این یه چیز دیگری است؟ ما در مقابل این پرسش اخلاقی هستیم. این دیگه پرسش تکنیکال نیست. الان سوالی است که این کارو میشه به لحاظ تکنیکی کرد یا نه. آره میکنیم. الان کلون میکنیم، یه گوسفند کلون کردیم. الان علتی که انسانو کلون نمیکنن مسئله اخلاقیه، نه مسئله تکنیکال. یعنی همین الان شما بچه‌هاتون رو ژنتیکش متکنه، الان برای پسر و دخترم ژنتیکو دستکاری میکنن، چیزی که در اختیار ما تا امروز نبوده. خب الان این دختره یا قرار بوده پسره؟ الان ببینید کدوم سوالا داره ریز میکنه. سوالایی که در طول تاریخ ما اصلا راحت اصلا سوال نبود. گرفتی؟ سوال نبود. اصلا اینکه یه انسان میتواند مثلا قلبش مصنوعی باشه، مثلا اینو به حافظ بگیم که در مورد دل انقدر سخنرانی داره، این داره در مورد کدوم دل الان دقیقاً حرف میزنه؟ این دل مکانیکی هم کار اون دلو میکنه. اینا و اینجاست که پارادایما میریزن. یعنی شما میبینید یه تکنولوژی یه چیزی رو خراب کرد که اصلا تا پیروز نبود، اینجوری سوالش نبود که حالا بخوام دوباره جوابش بگردیم. یه ذره این بحث تکنولوژی و هوش مصنوعی اینا بر من اینجوری شده که یه ذره انگار آدمو داره فروتن‌تر میکنه، چون یه کسی هست که کلی جواب میدونه. حالا من بعد یه ذره کوتاه بیام و عمیق شم و سوالای درست بپرسم. یه ذره این عمق و بیشتر احتیاج داریم و بودن باهاش فروتنی. بله. از اون ویژگی‌های مهمه. بله. من به نظر من غرب ناخواسته با این کارهایی که داره میکنه داره میرسه به اون مفاهیمی که ما قبلیم داشتیم. اونا یه 2000 سال ما عقب تریم، منتها ما گرفتاریم دیگه. ما هنوز
درگیر بدبختی‌های دیگه این متأسفانه انسدادها رو باید باز انسداد و کنیم. قطعی آب و اینا داریم. عزیز دیگه ای پرسیدن که علیرغم مستهلک شدن و مصرف شدن بسیاری از منابع در ایران مثل منابع انسانی، منابع آب، منابع طبیعی، آیا شما معتقدین که ایران ققنوسوار بلند خواهد شد؟ راستش بخوایم حالا این خوش مثل یه فرضیه است، این یه واقعیت تو علم مدیریت که ما با منابع محدود طرفیم. ولی همین محدودیت ها، حالا خود محدودیت یه مفهوم پارادایمیه. و یادمون باشه تکنولوژی داره محدودیت برداره. الان ما کمبود آب داریم، کمبود انرژی دنیا داریم، ولی الان یه تکنولوژی جدید اومده، مثلا انرژی خورشیدی داره یه عالمه تامین میکنه. یعنی اون محدودیت داره میره کنار. یعنی ما هنوز تو پارادایم قبلیم. و حالا یه اتفاق عجیبه، خیلی جالبه، یه اتفاق خیلی بده ولی نتیجهش خیلی خوبه. یعنی نگاه کنید تو پارادایم دولت گرایی تو ایران خب دولت آلموست نمیتونه حوزه عمومی رو به اون نحوی که باید خدمت توش ارائه کنه، مثلا برق قطع. خب کاریش نمیشد کرد، ولی الان یواش یواش می‌بینیم که مثلا اونها دارن تصمیم میگیرن خودشون بالاستر خونهشون مثلا انرژی خورشیدی دارن. خب الان چی شد؟ شبکه برق چی شد؟ داستان مثلا من مستقلم خودم برق خونه رو تولید، مثلا حوزه دولت داره میتونه خارج شه و ما سر یه عالمه این بدبختی‌ها و ناتوانی داریم یه کارهایی میکنیم با خفاف مردم داریم میکنیم. ولی شیفته، این شیفته که من برق خونه رو میتونم خودم تامین کنم و تکنولوژی کارو برای من میکنه. الان راندمان سلولای خورشیدی خیلی بالاتر از 20 سال میشه. یعنی چطوری میاد اصلا امکان پارادایم شیفت، اصلا امکان ظاهر میشه. شما اگه 20 سال پیش مدت خودت تو خونت بالا سقف خونت مثلا سلول خورشیدی بذار قیمت الان میدید چیز بالازار میخرید سلول میخرید سلول اون بالا. حالا الان هم هنوز پرفورمنسش خوب نیست ولی داره بهتر میشه. 10 سال دیگه میبینید که اصلا نیازی به مشارکت هر نیازی اینجوری دیگه جهان هم داره این تغییر رو تجربه میکنه و خب این داستانیه که داریم. یه سوال جالب پرسیدن، این سواله رو من نمیخوام جواب بدم، میخوام چون در مورد خانه امکانه ولی من دوست دارم شما جوابش بدید. گفتن که آیا خانه امکان یک پارادایم شیفت است؟ اگر بله به چه سمت؟ اصلا حوزه امکان حوزه کار اصلا اسمش اصلا امکان اصلا حوزه اصلا امکان جایی باز میشه. اینجوری بگم وقتی ما دچار انسدادی امکان ها باید یعنی امکان تو باید بیفته حل امکان تو وضعیت انسداده که امکان میکنه. خب مثلا من الان میتونم اینجا دستم دراز کنم این سمبولی رو بردارم این اتفاق عجیبی نیست، ولی اگر یه کاری بکنیم که توی این فضای جمعی ها بیان بشینن سر میز و آدم رو بخورن، حالا امکان رو واضح اصلا به نظر من افقهای خانه امکان افقهای پارادایمی هم شما که میبینید میشه همه واقعا تجربهش میکنیم و انشالله خلق میکنیم آینده ای رو که براش استایلی واقعا. من فکر میکنم ما زمانمونم فکر میکنم بدون تموم شده. سوالارم عزیزان مطرح کنن، اگر شما موردی هست که مایل هستیم بفرمایید وگرنه که خب من که بی نهایت لذت بردم، گفتگوی و بسیار یاد گرفتم، لذت بخش رو از شما اینجا قولش رو میگیریم که
انشالله این گفتگوها ادامه پیدا کنیم و بتونیم به قول عزیزان بیشتری را با خودمون همراه متشکرم. مرسی که این فرصت فراهم شد. صحبت‌هایی که کردید ظاهرش این بود که خیلی فضاییه و پارادایم یه حوزه خیلی بالاییه و خروج ازش موضوع میتونه فلسفی و اینا باشه و سعی کردیم ولی در عمل اتفاقایی که میتونه بشکنه پارادایم رو آشنا شیم و بدونیم این کار شدنی، یعنی اینکه بدونیم از زاویه دیگری به مسائل نگاه کنیم، جور دیگری به چشم رو بشوریم و جور دیگری ببینیم، همون داستان پارادایم میشه. خیلی ازتون ممنونم از مشارکت همه عزیزان مرسی. و همه همکارای عزیزم عزیز. که پشت با صحنه این مدل رو پشت صحنه بله. سنگ تموم گذاشتن قدردانی تشکر میکنم. میکنیم. ممنونم از همه. مرسی از همه.